از طرف پروردگار قبول می شود. پس برای همین مسلمان باید که این دهه رو باید غنیمت بداند. نگونی عزیز گرامی، حالا یکی از فضیلت ها و خصوصیت های دهه ذوالحجه این است که چی می شود؟ چیکار کند؟ باید مسلمان تکبیر تشریق رو بگوید. حالا تکبیر تشریق عمومی دارد، خصوصی دارد، یا اینکه مقید دارد، قید شده مخصوص دارد و هر وقت دارد. یکی از سنت های این دهه این است که تکبیر تشریق را همه وقت بگوید، چی در تنهایی چی در وقت های بعد، بیرون از نماز، بیرون از مسجد، داخل مسجد، لیکن آرام و در علاهیدگی. اما از روزی بامداد روزی عرفه تا 3 روزی عید این تکبیر تشریق رو، یعنی این 5 روز رو باید چکار کند؟ سنت است که بعدی هر فرض این تکبیر تشریق رو بگوید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. یعنی یکی از سنت های این دهه است که از روز اول این دهه باید که این تکبیر رو میگفتیم و باید بگوییم. امروز هم تا روزی عرفه دویم، یعنی بزرگ داشتن پروردگار، بزرگ شماریدن پروردگار. ما اگر پروردگار رو با بزرگی یاد کنیم یا نکنیم، پروردگار بزرگ است. حالا این انسان ضعیف است، میاد میرود. با بزرگ گفتن پروردگار و بزرگ گفتن پروردگار قدیر توانایی دائم مطلق و ابد. این انسان ضعیفه که ببینید که به اختیار میاد این دنیا و به اختیار میرود از این دنیا. پروردگار اون دائم و ابد این بنده ضعیفش رو عزت و سعادت ابدی میدهد. چرا؟ به خاطری که اون پروردگارش که نه اول دارد نه اخیر، دائم و ابد هست. حالا انسان هم اول دارد اخیر ندارد. اول دارد. اولش در جنت زمانی آدم علیه السلام پروردگار روحش رو خلق کرد. اول انسان از اونجا شروع می شود، از زمانی آدم علیه السلام. و در جنت وقتی که روحی تمام انسانیت اول و اخیر این دنیا رو می آمدگی و می رفتگی رو همه رو روحی تمام انسانیت رو خلق کرد. در زمان آدم علیه السلام. پس از روحی تمام انسانیت پرسان شد. استعیذ بالله. الستو بربکم؟ پروردگار گفت من پروردگار شما نیستم، من خالق شما نیستم، من رازق شما نیستم، من هست کننده شما نیستم. قالوا بله. روحی همه ما و شما تمام انسانیت، حتی اونی که این کار میکند، الله خدا رو این کار میکند، روحی اون، روح همون انسانی که همون پروردگارش رو این کار میکند ملحد هست، روحی اون انسان میگوید که بله تو پروردگار ما هستی. برای همین هم حالا که اون روحش، روح همون انسانی که این کار میکند خدا رو، میبینید که گاه از پشیک سیاه میترسد. از پیشش اگر پشیک سیاه بگذرد از همون حذر دارد، روزش سیاه میشود. یا از هر چیزی میترسد، یا به هر چیزی اعتقاد میکند، به هر چیزی. وقتی پروردگارش رو، اون روحش، این انسان جستجوی پروردگار و خالقش نکند، اون روح دائم در جستجوی پروردگار است.
برای همون انسان رو میبینید که از هر چیزی میترسد و هر چیزی فل برای خود از هر چیزی فل میگیرد، فلی نیک میگیرد، فلی بد میگیرد. چرا حالا که مدامی که به پروردگار به خالق باور ندارد، چرا این همه فلگیری های بد و فلگیری های نیک و دیگر رو؟ به خاطر اون روحی که در اون جسد در جسمش هست، اون به اون پروردگار ایمان آوردگی است. برای همین دویم در جستجوی حقیقت است. لیکن انسان است که به بدی ها، به ظلمات، به گمراهی، به شرک، به دیگر اون روح رو میبرد. لیکن روح دایم به همون قول دادهش، یعنی امید بستگی هست و همیشه در جستجوی حقیقت است. خب مهم اساس، حالا از موضوع زیاد بیرون نرویم. مهم اساس یعنی پروردگار، حالا ببینید به این دهه سوگند میخورد، پس بیهوده نیست. خیلی مهم است که پروردگار این دهه رو به این دهه سوگند یاد میکند. برای همین مسلمان باید که غنیمت بداند. حالا در این دهه، اخیر این دهه چیز است؟ روزهای مبارک عید هست که در اونجا قربانی هم هست. حالا ما گفتیم در فضیلت عید. حالا قربانی کردن یعنی این معنی فقط یک خون ریزاندن نیست. این خیلی معنی عمیق و حکمت بزرگ دارد. میدونید این قربانی در عوض چی به وجود آمدگی هست؟ تاریخ ابتدایشون است که پروردگار ابراهیم علیه السلام را امتحانات وزنین گرفتگی هست. حتی تا حد اندازه ای که همون فرزندی بسیار دلربا و خوشرو زیبا و دیگرش که دل بسته بود به اون فرزند، یعنی اسماعیل علیه السلام، پروردگار امر کرد که این فرزند این دوست داشته ترین دارندگیت رو قربانی کرد. هم ببینید، هم پدر هم پسر رو پروردگار بسا امتحانی وزنین میگیرد. و پدر به پسر میگوید فرزندم، جگرگوشم، فرزندکم. پروردگار میگوید که تو رو برای خودش، به خاطر خودش، به خاطر رازگی خودش قربانیت کنم. ولی چی میگویی؟ چی فکر داری؟ میگه انجام بده پدر جان، انجام بده. خیلی قصه باور کنید یک امتحانی وزنین سنگین است. حالا این فرزند رو دور از چشم مادر میبرد و بارها شیطان خود را در صورت انسان نمایان میکند، میخواهد که اسماعیل رو گمراه کند. که حالا سلام علیکم. علیکم السلام. لبه پیش از نماز عید قربانی کردن درست است یا نه؟ پیش از نماز عید قربانی کردن درست است یا نه؟ سلامت باشید، دیگر سوال نیست؟ نه. سلامت باشید، موفق باشید. حالا بالاخره میبرد باران. حالا ما داریم جمرات، یعنی سنگزنی، یعنی شیطان رو سنگ زدن هست. 3 موضع که شیطان خود رو نمایان کرده بود تا اینکه اسماعیل رو گمراه کند که از این امر پروردگار سرکشی کند. لیکن میبینیم که خیلی استوار و مستحکم، یعنی فرزندی با تربیه، فرزندی با آداب، فرزندی با اخلاق، فرزندی با ایمان، با اعتقاد. و مسلمان واقعا همین است. باید چنین باشد که هیچ وقت پروردگارم به ضرر من چیزی رو امر نمی‌کند. پروردگارم هیچ چیزی رو به ضرر من امر نمی‌کند. هر چیزی که گفتگی است به منفعت من است. و علیکم السلام.
و علیکم سلام. حکم دیگر است، لیکن چند باری خنجر رو میکشد نمیبرد. و در حال جبریل علیه السلام با گوسفندی قشقاری شاخداری نمایان میشد، میگوید ای ابراهیم از وزنین ترین امتحان در وزنین ترین امتحان کامیاب شدی. این عوض از این قربانی گوسفند عوض از چیز فرزندت که واقعا هم تو خواستی قربانی کنی فرزندت رو به خاطر امر پروردگار، حالا این در عوض این است. ولی این چند جهت دارد. تا به حال در بعضی از کشورها قربانی انسان وجود دارد. این به خاطر آمد که نه انسان دیگر قربانی کرده نشود. قربانی کردن انسان قطعاً معنی است. حتی در اول اسلام هر سال عادت داشتن مردم مصر تا اینکه آب دریای نیل کم نشود دخترهای به بلاغت رسیده رو میبردن قربانی میکردن. وقتی که آب نیل کم میشود تنقیسی میکشن، میگوین ما عادت داشتیم چنین کنیم. حالا اسلام چی میگوید؟ اسلام من میکند که نه دیگر انسان باید قربانی نشد، نه به خاطر منفعتی، نه به خاطر عقیده، نه به خاطر منفعت‌های مالی و مادی و معنوی و هر چی که باشه. چند سال قبلی در یکی از کشورها یک دخترک 5 ساله رو قربانی کردن، خونش رو در زراعتگاه پاشیدن و حکومت اون گروه رو دستگیر کرد. مردم قیام کردن که این دین ما هست، این مذهب ما هست، این اعتقاد ما هست که زراعت برکت در زراعت زیاد می شود و پیش راه اون روحانیشون رو پیش راه اون یعنی چیز جزا دادن اون دیندارشون رو چکا کنن بگیرن. تو به حال وجود دارد، لیکن اسلامی رو منع کردگی است. حتی از زمان ابراهیم علیه السلام. و علیکم سلام. حضرت یک سوال داشتیم. مرحمت. سوال در مسئله همین یک گاه برای چند نفر کفایت کننده از قربانی کردن حضرت؟ سلامت باشی، دیگر سوال نیست. سوال نداری دیگر. حالا سوال اول این بود که پیش از نماز آیا قربانی کرده میشه؟ پیش از نماز عید در نظر دارست؟ نه، قربانی حتمی بعد از نماز عید است. هر کسی اگر قربانیش رو پیش از نماز عید کند، اون همچنین یک صدقه قبول می شود، نه قربانی. این سنت به وجود نمی آید، این اجر عظیم به وجود نمی آید. یک صدقه عادی به وجود می آید. اما قربانی شرطش این است که بعد از نماز عید، نماز عید اضحی، نماز عید قربان خوانده شد، پس می رود اون خو گاو باشد، خو گوسفند باشد، خو بز باشد. حالا بعضی فکر میکنن که بز قربانی نمیشود. بز 1 ساله مهم اساس که لاغر خرابی زیاد نباشد، عیبی نداشته باشد، گوشه شاخش چشمش یگان عیب نداشته باشد، سالم باشد، چاق و فربه باشد. بز برای 1 نفر، گوسفند برای 1 نفر. حالا اینجا سوال شد که گاو از 1 تا 7 نفر میتوانند که از شریک شوند. یعنی 7 نفر میتوانند که یک جای مبلغ گذاری کنند، شریک شوند و قربانی انجام بدهند بعد از نماز عید. حالا یکی از شرط‌های قربانی همی است که حالا چی بز باشد چی گوسفند باشد. حالا گفتم که بز 1 ساله باشد، به عیب باشد. گوسفند 1 ساله باشد. اگر فربه و خوب، اگر فقیه های اسلام
میگویند که اگر گوسفندی که خوب فربی هم باشد، از 6 ماه بالا 7 8 9 ماه هم باشد و 1 ساله نمایان شود فربی باشد، قربانی گوسفند درست است که 7 ماه و 8 ماه و 9 ماه و 10 ماه و 11 ماه. خب دیگر شرطش 1 ساله است. بالا که چندی باشد، میم اساس بی عیب باشد. حالا شترم برای 7 نفر، لیکن بعد از نماز وقتی نماز عید خواند می رود، یا که فرزندان یا که اهل خانواده یا کدام نفری رو وابسته میکند که باید نامی قربانی کننده ذکر شود پروردگار رو. حالا که هر نفری که برای خود قربانی کردنی است، پروردگار این قربانی از نام من فلانی و اهل خانواده ام بسم الله الله اکبر میگوید، یعنی چیز کارت میکشد، ذبح میکند. یا حتی اگر خود مهارت و قابلیت و غیرت ذبح رو ندارد، نکرده است، نمیتواند، قصاب رو مینویسد، میدهد که این قربانی از نام فلانی از فلانی و اهل خانواده اش. این بعد از نماز عید است. کسی اگر مبادا پیش از نماز عید کرده باشد، باید بعد نماز عید باید قربانی کنند. پیش از نماز عید کردگیش همچون صدقه قبول، احسان و صدقه قبول می شود و بعد از نماز عید مدتی 4 روز، روزی 10م 11م، یعنی بعد از عید روزی 10م، روزی 1 عید، 2 عید، 3 عید، 4 عید، یعنی 10م 11م 12م 13م تا نماز شام. حالا مصروف مانده یا مشغول مانده یا نتوانیست، این 4 روز مهلت داره تا روزی 4 عید، تا نماز شام، تا غروبی آفتاب. پیش از غروبی آفتاب دیرو کرد، ذبح کرد، قربانیش، اون ذبحش قربانی قبول می شود. حالا قربانی به کی واجب می شود؟ قربانی برای انسانی که توان دارد. گوسفند بزی ذبح میکند، در ضروریات زندگی خودش و اهل خانواده اش تنقیصی به وجود نمی آید، کمبودی به وجود نمی آید. برای انسانی دارنده است، برای انسانی توانمند است. انسانی که توان ندارد، ولی امکان ندارد، وقتی که انسانی که مسلمانی که امکان ندارد، برای اون نه واجب است نه سنت. حالا اینکه 3 مذهب اهل سنت و الجماعت، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، چی رو یعنی قربانی رو سنت میگویند. فقط مذهب امام ابو حنیفه این رو واجب میگویند که قربانی برای انسانی که توانمند است، دارد، توان دارد و این قربانی رو انجام بده، براش واجب است. اگر توان، حالا که فرق بین 3 مذهب، این 1 مذهب 4 مذهب اهل سنت در چی هست؟ اون دیگر مذهب‌ها میگن اگر توان دارد نکرد آسیب گناهگار نمیشود. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که اگر توان دارد نمیکند گناهگار میشود، توان ندارد نمیکند گناهگار نمیشود، تمام، مشکلی نیست. لیکن توان دارد نمیکند گناهگار میشود. انسانی دارن 5000 6000 10000 سر گوسفند یا بز یا گاو دیگر. از روی انصاف نیست که یک تا این رو خالصان الله به خاطر نزدیک شدن به پروردگار و سنت قربانی هم این است که اون گوشت قربانی رو به 3 قسمت تقسیم کند. قسمتش رو برای اهل خانواده خود و قسمتش رو برای دوستان و نزدیکانی که زیارتش میآیند و قسمتش رو خامتلاش برای عائله‌های فقیر و نادار و کمبزاعت و یتیم و معیوب و دیگر اونایی که قابلیت توانی کاری ندارن یا قوه کاری ندارن، تنقیصی جدی از ضروریات زندگی میکشند.
هست، یعنی یک قسمتی چند کیلو گوشت برده به اون خانواده دادن تا اینکه در اون روز عید، در روز خرسندی، در برابر اویلایی که دارنده هستند، توان دارند، خب دیگه اون بیچاره هم بجوشه. دیگه اون ناتوان نادار در برابر دیگی دارنده بجوشه، تا اینکه کودکای اونو هم خرسندی کنند، دسترخوان آرا کنند و بالای دسترخوان اون تمام آماده کرده خانواده، چی مادر باشد چی هر کسی که باشد تیار کرده است، گردی دسترخوان بنشینند. خب دیگر برای انسان نادار، انسانی که توانی خب دایم دسترخوانداری و دایم گوشتخوری رو ندارد، حالا دسترخوان آراستن و گوشتی با کدام شکلی که نباشد، پختگی دسترخوان باشد، خصوصا خردسالکایی که در گرد اون دسترخوان هستند، از این گوشتی دارنده یکی قربانی کرده است، تحفه کرده است به عائله نادار استفاده کنند، چقدر شنودی و خوشحالی و خرسندی به وجود می آید. باید که انسان فکر کند، مسلمان باید فکر کند. علیکم السلام. دومره سوال داشتیم، تو که قربانی کردن ممکنه؟ سلامت باشید، دیگر سوال نیست. سلامت باشید. حالا ما گفتیم که قربانی بعد از نماز عید، بعد از نماز عید قربان تا روزی 13 عید، 10، 11، 12، 13، 4 روز بعد از عید شروع می شود تا پیش از روزی 13 عید، یعنی این 4 روزی چهارم پیش از چیز؟ پیش از غروب آفتاب، پیش از نماز شام. اگر مبادا روز یکم مشغول ماند با کدام کاری، انسانیت است، حیات است، زندگی است، روزی دیگه مشغول ماند، روزی سه مشغول ماند، روزی چهارم مشغول ماند تا غروب آفتاب. اگر که 10 دقیقه هم فرصت پیدا کرد در اونجا بسم الله الله، یعنی این قربانی از نام من اهل خانواده ام، پروردگار رو به درگاهت قبول بفرما، بسم الله الله اکبر، کرد رو کشید. حالا که پوست کردنش، ریزه کردنش هم که بعد شام باشد مشکلی نیست. تا غروب آفتاب اگر که دیرو کرد، فرصت شد براش، قربانیش قبول می شود و اون اجر و پاداش عظیم رو صاحب می شود. این است. حالا برای کی قربانی؟ گفتیم که برای انسانی که توانمند باشد. انسانی که نادار باشد، توان نداشته باشد، بر اون واجب سنت نیست کردن، که نگار نمی شود اگر که نکند. لبای. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت مفتی یک سوال داشته. مرحبا. حضرت امی 3 نفر میروند یک بقا میخرن. خب قطعی سوداگر مسئولیت میکنن که سوداگر میگه که همی 150 کیلو گوشت میکنه. خب 3 نفر میگه که خیلی 150 کیلو که کنه 50 کیلوگی تقسیم میکنیم. خب بقا میخرن میورن 130 کیلو میکنن. خب 130 کیلو گوشت میکنه. پولی 130 کیلو رو میگه تو در وقت شما رو 150 گفتی، 150 نشده، 130 شید. همین جهت حالی مردم اکثریت در این تمام میجا همین چی کردیسن. همین نمودی سودا را، یعنی همین شرطنامه را کرده شدن با صاحبیگاه یا با قصاب، همین خیر؟ بله. صاحبیگاه میگه 150 میکنه، میگشن که 130 میکنه. میگه که مطلب در وقت گفت دادیم که 150 میکنه، 150 نکرد، 130 کرد. میگه 130 کیلو را پروشا میتنشه. خب 130 کیلو گوشت پروشا میتنشه. خب امیر اعظم در همه جا هم خیلی کسم امیر میفهموندین. خب سلامت باشید. سلامت باشید. خب موافق شریعت یعنی قبلا هر عهدی رو که با صاحبیگاه کردگی است باید که اون عهد رو چکار کنن؟ وفا کنن. حالا بگن که چیز؟ ما این گاو رو خریدیم، تمام عهد کردن، ما این گاو رو خریدیم یا این گوسفند رو ما قبول، لیکن در نرخ موافقه میکنن.
حالا بگوید که 150 کیلو میکند، باید که همین قیمت 150 کیلو گوشت رو به ما بدهی، یا اینکه خریدار میگوید که برادر قصاب نه 150 کیلو خودت میگویی، پیشکی باید که موافقه کنند، که پیشکی هر عهدی را کردن باید که به همون وفا کنند، باید که مسلمان در عهدش یعنی چیز خلاف نکند. حالا اگر 150 کیلو برآمد خوب است، همون مشکلی نیست، لیکن خریدار گفت که اگر از 150 کیلو کم آمد ما پول زیادیتی رو برمیگردونیم میگیریم، یا اینکه حتی درست است فقیه های معاصر که موافقه کنند که هر چند کیلویی که این گاو یا گوسفند برآمد موافق نرخی بازار با کیلوی گوشت ما چیزت رو میدهیم، پولت رو میدهیم. درست است، در این حالت هم درست است، یعنی مشکلی نیست. لبه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه سوال داشتیم؟ مرحبا. شد گوشت قربانی چگونه تقسیم می‌شود؟ سلامت باشید. یا سوال نیست؟ سلام باشید. همین سوال رو جواب. سلامت باشید. فهمو شد یا کی نی؟ قربانی کننده با صاحب گاو موافقه میکنن، عهد میکنن، دست میدهن، تمام همون عهد و پیمان درست است. حالا بگید که چند کیلویی که برآمد برادری عزیز ما ذبح میکنیم، چند کیلویی که برآمد ما به نرخ کیلوی گوشت پولت رو میدهیم، این هم درست است موافق شریعت. لیکن حتمی باید که قبل از قربانی کردن اون قربانی رو صاحب شود، این مهم است. یعنی مال مردم رو برای از نام خود قربانی کنه درست نیست. فهمیدید چی میگویم؟ مال کس رو از نام خود قربانی کردن درست نیست. حالا پیشکی موافقه کنن که حالا قصاب بگوید که همین، یا اینکه همون قصاب خودش مال دارد میگه برادر من بده نامت رو، از نامت قربانی میکنم، گوشت رو میکشم، خب چند کیلویی که شد پولش رو میدهی. موافقه کردن درست است، لیکن مهم اساس در این قربانی یعنی این است که قصاب حق ندارد که حالا پوستی اون قربانی رو، پشم اون قربانی رو، کلاپوچه اون قربانی رو بفروشد، حق ندارد. حتمی با صاحبی قربانی، یعنی با صاحبی، با انسانی که قربانی میکند اون مال همین است. اگر قصاب خیانت کند حرام است، یعنی برای این خیانتش یعنی براش بی‌برکتی به وجود میآید، باید که حذر کند. این گوشت عبادتی هست، در این عبادت باید که خیانت نکند. وقتی که قربانی کرد، ذبح کرد، پوست و کلا و پوچه و حتی شکمبه و دل جگر و همه اش رو با آدمی که قربانی کردگی هست باید با پرگی بدهد. نشود که کلا و پوچه و پوستش رو بگیرد اون قصاب بفروشد، یا اینکه در عوض ذبح هم بگوید که در عوض ذبح هم حق مهنتم کلا و پوچه و دیگر رو به من میدهی. ممکن نیست. نه پشمش، نه پوستش، نه دل جگرش، نه کلا و پوچهش، حتی نه روده هایش. کلا روده رو میگیرن چکار میکنن؟ میفروشن. هیچ ممکن نیست، چرا که این گوشت عبادتی هست. گوشت عبادتی هست و عبادت شرط ها دارد و شرط های عبادت باید اجرا شود و در اینجا قصاب حق ندارد. با صاحب چیز میدهد، حالا صاحب مال اونی که مبلغ گذاری کردگی است، پرداخت کردگی است، با صاحبش میدهد. صاحب این حیوان که به نامش قربانی شدگی است بعد یعنی اختیار دارد. حالا قصاب حق مهنتش رو علاهیده از مبلغ علاهیده میدهد، از حساب قربانی هیچ ممکن نیست، آسی میشود. اگر بگید برادر خیلی 5 کیلو گوشت یا 2 کیلو گوشت، همین حساب 1 کیلو گوشتش
گوشت همین حیوان نی قربانی و در عوض مهنت، در عوض ذبح درست نیست، حرام است. مبلغ الهیده باید که از بیرون از مبلغ قربانی مبلغ الهیده برای ذبح، برای مهنتش باید بدهد. چندی که موافقه کنن. حالا فرض کردیم ممکن تو جایی که من میدونم برای هر گوسفند 30 سومون یا 40 سومون میدهم. خب چندی که باشد. گوهم چندی که طرفین موافقه کنن، یا که عرف معلوم است که گو قصب ذبح میکند، ریزه میکند، آماده میکند برای طعام، چند پول است معروف است بین مردم. قصاب هم میدوند، مردم هم میدونند، خریدار هم میدوند، فروشنده هم میدوند. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت جان در مسئله قربانی عقیده سوال داشتیم. مرم. حضرت همه قربانی حکمت شمیفته، حکمت قربانی غیر از ثواب با چه حکمت رو داشت دوره حضرت؟ شما همه فهمونده حضرت جان. خیر برکتی. با یک سوال دیگه هم بود. همه شخصی که گوسفند نگیره منیت قربانی گوسفند های بعد از اون خیلی بو میخواهی در مثلا باید کلانتر و مثل گوه در خوشوا به طور گوسفند نکنه گوه در خوشوا همیشه هم میفهمونده. گوسفند برای قربانی خریدگی است، باز میخواهد که در گوه هم شریک شود، در هر دو شریک شود، هم گوسفند قربانی کند هم در گوه شریک شود. نه گوسفند نکنن، گوسفند منیت قربانی گفتگی است. لیکن بعد مثلا در نیتش میگه در گوسفند نمیکنه در بکر خوش میشوا. خب سلام باشید. سلام باشید، موفق باشید. حکمت قربانی بس و زیاد است. گفتیم که یعنی خود است، نزدیک شدن به پروردگار است، عبادت است، مغفرت گناه است و برکت در فرزندا هست. یکی از بزرگترین اجر و پاداش قربانی این است که برکت در فرزندا است. چرا؟ وقتی که اصلی مسئله برمیگردد این قربانی در عوض فرزند است. تاریخ قربانی برمیگردد به اسماعیل علیه السلام که باید اسماعیل علیه السلام فرزند ابراهیم علیه السلام باید قربانی میشد. این قربانی در عوض اسماعیل با وجود آمدگی است. تاریخ قربانی این است. پس معلوم میشد که برکت در فرزندان. برای همین است که میگوید که پروردگار این قربانی من از نام من و اهل خانواده، یعنی فرزنده و پیونده و اهل خانواده هم بسم الله الله اکبر. پیامبر علیه السلام 2 گوسفند قربانی کردند، یکیش برای خودشون و یکیش برای امتشون. تمام امتی که دورنده نیستن برای اونا و پیامبر علیه السلام قربانی کردگی است. اونو ببینید. یعنی درست است، موافق شریعت درست است. اول برکت در فرزندو می شود. یکی از حکمتش. حکمت دیگرش، حالا اونجا برادر سوال کرد که باید گوشت قربانی چگونه تقسیم شود. فقیه ها میگویند که به 3 قسمت تقسیم شود. یکیش برای خودش، اهل خانواده‌اش، یک قسمتش برای دوست و نزدیک و پیوند خویش تباری که میاد زیارت به شکل ضیافت تقدیم کردن به مهمان‌ها، و یک قسمتیش رو 3 قسمتی سومش یا یک قسمتی از این 3 رو خمتلاش به اویلای کمیزاعت برده دادن در روز عید. من گفتم در اول صحبتم که دیگه اون بیچاره هم بجوشد. ولی دیگهش یعنی شاید خروکی که چیزی میکرد کلو بلو بگوشت. حالا در روز عید خوب است که دیگهش بجوشد، در برابر دیگه دارنده دیگه ندارن بجوشد، با اهل خانواده و فرزنده بشینند، از اون چیز، از اون گوشت همگی بهره‌مند شوند، بخورند. بعد از روی انصاف است که دعا هم کنند پروردگار رو فلانی که قربانی کرده است و از گوشت قربانیش با ما داده است، خیر برکتت رو برایشون زیاده بگردان، عزت سعادتشون بده، برکتت رو در رزقش، در روزیش، در صاحبکاریش، در خانوادهش و فرزندانش برکتت رو زیاده بگردان. این از روی انصاف است که خوردن دعا کنند، دعای خیر برکت بگیرن. ولی که نکنن همون انسان ثوابش رو میگیرد، مسلمان ثوابش رو میگیرد. حکمت‌های خیلی زیادی دارد.
که انسان عاجز است از این همه حکمت ها. درک همه حکمت رو انسان مسلمان نمی رود. عبادت ها خیلی، چرا پروردگار بسیاری حکمت عبادت رو پنهان کردگیش آشکار کردگی نیست؟ خیر این امتحان است. هر بکن نکن امتحان است. پس نتیجه اون امتحان رو حالا در حال پیش از اونی که امتحانگیر حالا امتحانی دولتی باشد در حال نمیگوید که نتیجه تو چی هست. ورق رو گرفته است نمیگوید که بهت چند است. نه، کمیسیه میبیند، میسنجند، روی خط میکنن کی بهت چند گرفته است، بعد در نتیجه خلاصه پیشنهاد میکنن. این امتحان است. بعضی از حکمتاش آشکار است، بسیاری از حکمتاش پنهان است. چرا پنهان است؟ به خاطر که امتحان است. لیکن انیق و دقیق این است که برکت در عمر، در صاحب کاری، در خصوصا فرزند، برکت قربانی در فرزند آشکار و روشن می شود. مسلمانی که قربانی میکند برکتش رو در فرزندانش میبیند. و فکر میکنم که به همه سوالو جواب گفتیم. اینجا یک چند سوالی آمده است. خب ما گفتیم که گوسفند بز 1 ساله باشد، گاو 2 ساله بالا باشد. گوسفند 1 ساله بالا، بز 1 ساله بالا و گاو 2 ساله و بالا و بی عیب باشد. و بز گوسفند برای 1 نفری قربانی می شود. گاو تا 7 نفر می شود. 1 نفر خود تنها 1 بقره چکار کند؟ قربانی کند. و می شود 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر شریک شوند، پول پرتایند، مبلغ گذاری کنند، همه برابر در تقسیمات گوشت هم برابر. حالا اینجا سوال به میان میاد که حالا این 7 نفر گاوی رو بقیه رو قربانی کردن، کله و پوچه و پوست اون رو چگونه میشه تقسیم کنن؟ در موافقه همدیگر به یک کمبغلی میدین از نام 7 نفر، نه از نام 1 نفر، از نام 7 نفر موافقه میکنن که برادر و شریک و رفیق همه ما اتفاق کردیم، همه شما راضی هستید که کله، پوچه، شکمبه، روده، پوست همه‌اش رو با اویله فلانی که کم بیزاد نتوان هست اون میتواند که پوستش رو بفروشد، کله و پوچه و دیگر شکمبه و این اون دیگرش رو چیکار کند؟ تازه کند، پاک کند، طعام بپزد، با اهل خانواده‌اش بخورد. همه وقتی که موافقه میکنن درست است، همه در ثواب شریک هستند. لیکن حتمی موافقه همه مهم است. سوال دیگری آمد که گوسفند برای قربانی خرید لیکن در گاو شریک شد. درست است. مادامی که تا ذبح نیتش تغییر بیابد، حالا بزی رو خریده بود بعد گفت که نه یکن گوسفند میکشم. درست است. گوسفندی رو خریده بود برای قربانی گفت که نه یکن اهل خانواده بعضیش میل گوشتی بز دارم، مشکلی نیست. تا وقت قربانی، تا بعد از نماز، تا وقت ذبح نیت تغییر بیابد مشکلی نیست. مهم اساس در وقت ذبح به نیت قربانی باشد این ذبح میکردگیش. خب کدام مال رو بیشتر قربانی کردن ثواب است؟ یعنی همچنین که سنت ابراهیم علیه السلام که در عوض اسماعیل علیه السلام قشقاری رو ذبح کردن، لیکن مقید نیست، شرط نیست. هر چیزی که باشد، خواه گاو، خواه شتر، حالا گفتیم شترم 5 ساله باید بالا باشد، شتری 5 ساله، از 5 ساله بالا باشد. 7 تا 7 نفر میتوانند که اون شتر شریک شوند قربانی کنند. خب ثوابیت قربانی گاو یعنی در یک جایگی و گوسفند در کدام برابر است؟ برادر عزیز، مهم اساس اینجا این گاو و این گوشت و این خون مهم نیست. مهم اساس اعتقاد اخلاص که من با این عبادتم به پروردگارم نزدیک میشم و روزگی پروردگارم به دست میارم است. این مهم است. این قربانی کردن و خون ریزانیدن و
گوشت و پوست و این مهم نیست. حالا پیامبر علیه السلام در حدیث میگن که چیز 2 رکعت نمازی با حضور دل از 1000 رکعت نمازی که در اون چی هست پریشانی و خیال رانی و فکر و یعنی سیرگشت در داخل نماز، این 2 رکعت از اون 1000 رکعت برتر است. برای همین مهم اساس اینجا اخلاص است، اعتقاد است. خدا نشان ندهد حالا قربانی کند بعد بگه 10 جا 100 جا بعد بگه ای ما یک بقال قربانی کردم نه عبادت رو کردی بگذار خودت بدانی و پروردگارت بداند. مباهات و دغدغه و خودنمایی و عجب و ریا نکنید هیچ وقت، چرا که اون عبادتت باطل می شود. حالا نفری من دوشنبه پنجشنبه روزه میگیرم، من شبا عبادت میکنم، شبا خواب دیدم. برادری عزیز آرام این همه عبادتت به خاطر پروردگارت هست. بگذار بین خودت و بین پروردگارت بداند. مثالی هست رمزی هست لیکن برای عبرت هست، درس از سبق است. میگن که نفر رو دیدن شعار با یک تمکین آرام سجده های طولانی، گفتن ماشاءالله این عبادت رو ببین، این سجده رو ببین، این آرامی رو ببین، این تواضع رو ببین. این طاقتش نکرد که حالا که نمازش بود کند کش گفت روزدار ریا نشود، روزدارم هستم، ریا نشود روزدارم هستم. چنین نکنیم. تمام عبادت باید که بین بنده و بین پروردگار بماند. در همین صورت اون عبادت تأثیر میکند و اون عبادت منفعت دارد و فایده میکند. خب با همین برنامه یعنی وقت جداشته برای این برنامه با پایان میرسد. در اخیر برنامه تکرارا همه شما و در سیمای همه شما پیوندان و نزدیکان و دوستان و اهل و خانواده و فرزندان و همه اقربا رو از صمیم قلب تبریک میگم به مناسبت این دهه ذوالحجه و عید مبارک. خداوند عزوجل این دهه مبارک و عید رو مبارک با برکت و تمام فضیلت و برکاتش را نصیب روزیمان بگرداند و همیشه سربلند و عزتمند در پناه پروردگاری قادر و توانای مطلقی دائم و ابد باشید. موفق باشید. سلامت باشید.